اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله. برادران عزیزم و خواهران بزرگوارم، در دعا کردن هیچگاه عجله نکنید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روز در مسجد نبوی مردی را دیدند که دعا میکند، اما در اول دعاش الحمدلله و صلی الله علیه و سلم نگفته است. پیامبر میگن که عجله کرد و چه خوب میشد که اول الحمدلله و بعد از این اللهم صل علی میگفت. برای همین مستحب است و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که انسان پیش از دعا کردن بگوید الحمدلله رب العالمین، یا که الحمدلله، یا که اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. عموما شکر و ثنا و استایش را به الله سبحانه و تعالی بگوید و بعد از این صلوات و درود بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بفرستد. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه میگن چگونه بهترین دعا از دعایی که در اولش صلوات به پیامبر و در مابینش صلوات به پیامبر و در آخرش صلوات به پیامبر صلی الله علیه و سلم داشته باشد. و بعد از این که الحمدلله و صلوات و سلام علی رسول الله میگید، بهترش و افضلش این است که با اسم اعظمی که الله سبحانه و تعالی دارد که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند اگر به این اسم اعظم نام های الله بزرگش دعا کنید دعاتون حتما قبول میشه، دعا بکنید. این اسم اعظم 10 تاست که الله سبحانه و تعالی در حدیث های صحیح به پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر داد، از پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما آمده است. اولش الله، دویمش الله، الله صمد، الاول الاخر الظاهر الباطن، بديع السماوات والارض، حي القيوم، ذو الجلال والاكرام. انا من نوم های الله اعظم است. الله احد الصمد، الاول الاخر الظاهر الباطن، حي القيوم، ذو الجلال والاكرام، بديع السماوات والارض. این دعا را بعد از الحمدلله اللهم صل علی محمد و بعد از این امین 10 نام الله را میگیرید و بعد از این دعای خود را از الله سبحانه و تعالی میطلبید. بارک الله فیکم. در حق امت اسلام دعا کردن را فراموش نکنید. بارک الله فیکم.